سلام. به دومین ویدیوی مسیری از دل کتاب‌ها و خودسازی ما خوش اومدید. موضوعی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم چیزیه که اگه شما من از دوران کنکورم بشناسید خیلی زیاد از من شنیدید. چون یه جمله بودی که هم توی اون دوران خودم برای خودم زیاد تکرارش می‌کردم، هم با عنوان مشاور کنکور بعداً به دانش آموزا زیاد انتقالش دادم. و اون جمله این بود که مسیر ما مهمتر از هدفمونه. این جمله بود که شاید خیلی هم نمیپذیرفتنش، به خاطر اینکه خب مگه میشه اصلا چیزی مهمتر از هدف برای ما وجود داشته باشه. این راستش رو بخواید این شاید مهمترین چیزیه که ما بهش نیاز داریم. اسم با کلاس‌تر این جمله میشه گریت. گریت معنی تحت لفظ فارسی زیاد نمیشه براش گفت، ولی تا حدی معنی سخت‌کوشی و شکست ناپذیری میده. چیزی که ما رو به این مفهوم میرسونه وجود افراد عجیبیه که همیشه به نظر موفقن، هر کاری که دارن انجام میدن و به موفقیت به پایان میرسونن و به طرز عجیبی انگار نه انگار دارن شکست بخورن، انگار نه انگار مشکلی دارن یا هر چیزی. و دوباره از این عجیب ترینه که این افراد اتفاقا خیلی آدمای نرمالی هن، چه از نظر ظاهری، چه از نظر لایف استایلی و چه از نظر تفریحاتی که بکنن و هر چیز دیگه. و نکته عجیبش اینه که این افراد اگه هم واقعا چیز عجیب و متفاوتی داشته باشن، داشتن همین ریت و روحیه شکست ناپذیره، نه که شکست نخورن، روحیهشون شکست رو بر نمیتابه. ولی یعنی چی؟ اول از همه خب بله ما میدونیم که یه سری افراد از نظر ذاتی ویژگی‌های متفاوتی دارن، همونطور که ما استعدادهای متفاوتی داریم، ژن‌های متفاوتی داریم و محیط‌های متفاوتی هم خب طبیعتاً توی این بستر هستن و میتونن که هر استعدادی که ما داریم رو به صورت متفاوتی شکوفا بکنن و الی آخر روحیه ها هم میتونه متفاوت باشه. ولی توی هر مسابقه ای ما میدونیم که مثلا توی مسابقه دوی میدانی نقطه آغاز بله برای همه یکیه، ولی توی زندگی زیاد اینطوری نیستن، نقطه های آغاز ما متفاوته. ولی برعکسش توی دوی ماراتون خیلی بیشتر اون پیوستگی شماست و اینکه چطوری توی اون مسیر شما سرعتتون رو تنظیم بکنید، چطوری خودتون رو نوازید و با موفقیت خط انتها برسید. به خاطر همین میشه گفت بیشتر زندگی رو به چشم اون دوی ماراتون ببینید. نقطه های شروع ما متفاوتن، استعدادهای ما متفاوته، خانواده هامون، محیطمون، همه چیز متفاوته. ولی چیزی که تو اون مسیر قراره باعث بشه که ما در نهایت با موفقیت تمومش بکنیم اینه که ادامش رو درست بریم، بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. خیلی ها رو حتما توی دور و بر دیدیم که بله نقطه شروع عالی داشتن، همه چیز تامین بوده، ولی همچین شاید حالا چه از نظر خودشون، چه از نظر حالا هر معیاری که دیگه که در نظر بگیریم زیاد آدمای موفقی به نظر نمیرسن. اینجاست که اون تفاوت مشخص میشه. توی بحث گریت و اون پیوستگی و سخت‌کوشی که ما داریم معنیش این نیستش که ما همینطوری پافشاری کنیم و کورکورانه دنبال یه کاری بریم و بگیم هر چقدر هم شکست خوردم مهم نیست. معنیش اینه که ما هر لحظه‌ای که داریم میریم جلو، به جای اینکه صرفاً چشممون ته مسیر اون هدف نهایی رو ببینه، جلوی پامون رو ببینه، در حال ارزیابیش باشه، بدونه که اگه اینجا الان یه بامپی، یه چاله‌ای با جلو چششه و اگه نمیتونه اون رو به درستی پیش ببره دلیلش چیه و چطوری میتونه اون رو اصلاح بکنه. مثل فرمون ماشین رو در نظر بگیرید که بله درسته شما اگه توی مسیر مستقیم برید هدف اون جلوه، ولی در هیچ حالتی تقریبا شما نمیتونید که دستتون از فرمون ول بکنید، همیشه چپ و راست ریزی میخواد. حتی اگه اون ماشین تمام الکترونیک و تمام اتوماتیک هم باشه قطعا داره یه چیزی اون رو کنترل میکنه و مسیرش رو تنظیم میکنه و این چیزیه که در واقع گریت به شما میده. این چیزیه که شما با این ارزیابی مستمر از تمام کارهایی که میکنید و تمرکز کردن روی مسیرتون میتونید اون روحیه رو حفظ بکنید و اون موقع است که در حالی که دارید این ارزیابی رو انجام میدید، در حالی که همین کارهای کوچیک و هدفهای کوچیکی مثل حل کردن اون چاله، حل کردن اون مشکل رو میبرید جلو، خود به خود به اون هدف نهایی و عالی هم میرسید. دقیقاً این کاری که باید سعی کنیم توی تمامی مسیر زندگیمون تمرینش بکنیم. مثال از خودم بگم بازم. چیزی که میتونم بیشتر راجع بهش صحبت بکنم شاید برگرده به دورانی که ما داشتیم کارهای ریسرچ انجام میدادیم. خب ما که میدونیم همین جوریش هم کارهای ریسرچ به کشور ما تا حد زیادی سخت بود به خاطر کمبود منابع مالی و دسترسی نداشتن به کلی چیزهایی که خیلی خب توی آمریکا و کشورهای دیگه راحت در دسترسن، در حد اینکه شما یک ماده بخوای هر چیزی که مورد نیازت باشه
بتونی فردا اینجا به دستت برسه، توی ایران مجبور بودی 2 ماه صبر بکنی براش. و این دقیقا یکی از دلایلی که اتفاقا دانشجوهای پزشکی توی بعد ورود خیلی علاقه‌مند هستن به ریسرچشون. بالاخره جزء روحیه ما، جزء روحیه کنجکاویه که شما هی بخوای یه چیزی کشف بکنی و بالاخره اون هدف نهاییت هم که اگه خدمت به کلا انسان ها باشه، خب سازگارترین حالت ممکنه، با توجه به اینکه شما به عنوان پزشک با شاید یه تعداد معدودی انسان هر روز در ارتباط باشی، ولی خب باید ریسرچ شاید بتونید در حد میلیون ها تاثیرگذار باشی. و خب قطعا خیلی این روحیه رو دارن، اون هدف رو دارن و قطعا استعدادش رو هم دارن که بالاخره وارد اون دانشگاه شدن و تمامی این کارها رو انجام دادن. ولی تقریبا میشه گفت از هر ورودی در نهایت شاید 10%، مخصوصا تو کارهایی که یه ذره بیسیک ساینسی باشه، یه ذره کارش زیادتر باشه، باقی بمونن توی بحث ریسرچ و احتمال میدم الان خیلی کمتر هم باشه با توجه به اینکه شرایط هم سخت‌تر شده. چیزی که اینجا وجود داشت اینه که شما اگه با هدف مقاله داشتن، سریع به نتیجه رسیدن و اصطلاحاً همون ریزالت و نتیجه نهایی بخوای وارد کار ریسرچ بشی، حتی به نظرم توی آمریکا هم خیلی زود دلسرد میشی از این موضوع، چون مسیر طولانیه و هیچ گونه ریوارد و پاداشی توی این مسیر وجود نداره و شما دیگه هیچ حالتی نمیتونید یعنی اون روحیه رو حفظ کنید که بگید اوکی من 2 سال دیگه نتیجه این کارم رو میبینم. اینجاست که بازم شما نیاز به اون گریت رو دارید. اول از همه باید اون مسیر براتون تعیین بشه. توی بحث ریسرچی که من انجام میدادم، خب یه سوالی بود، مثلا بر اساس مقاله اولی که کار کردیم یه سری افسردگی‌هایی وجود داره که به داروهای معمول جواب نمیده. خب طبق این موضوع یه سری ایده پردازی‌هایی انجام شد. اوکی، یه راهی هست که بصیر التهابیه و باعث اون افسردگی میشه، من فلان دارو رو پیشنهاد میدم که با اثر اون فاکتور بیاد و اون مسیر رو تغییر بده و در نهایت اثر ضد افسردگی رو توی این افراد مقاوم که حالا مدل حیوانیش بود ایجاد بکنه. اینو چرا اینقدر دقیق توضیح دادم؟ دقت بکنید من چند تا حالت مختلف تو این جملاتم استفاده کردم که حالت مرحله مرحله داره. باید تمامی مسیر تفکر ما همینطوری مرحله به مرحله باشه. من نگفتم قرار بود یه داروی ضد افسردگی جدید کشف بکنیم و همین یعنی بهترین هدف، بله درسته همین و این چیزیه که در نهایت خب یه حالت بریک تروی ایجاد میکنه توی علم، ولی من همچین انتظاری ندارم. من دارم مرحله به مرحله میرم جلو. توی مسیری هم که این کار رو میخوایم اجرا بکنیم همینطوره. مرحله اول کنترل ها رو باید انجام بدیم، مرحله دوم تست ها رو باید وریفای کنیم و همینطوری همه چی مرحله به مرحله میره جلو تا کار اصلی انجام بشه. اون داروها رو امتحان کنیم ببینیم واقعا جواب میده یا نه. توی این مسیر قطعا کلی روز هستش که تلف میشن، توی یه سری مشکلاتی از آسمون میباره و شما تمام برنامه‌ریزیتون واقعا به فنا میره و دوباره همینجاست که اون روحیه گریت باید به شما کمک بکنه که بگی اوکی در این لحظه مشکل اینه، در این لحظه اینطوری حلش میکنیم، مرحله بعدی ما هم اینه و این میره جلوتر. کار تموم میشه، بر اساس نتایج تصمیم میگیرید چقدر دیگه اینو گسترش بدیم. میری جلوتر، مقاله‌اش رو بنویسی، هر بار برگردی ببینی کجاش ایراد داره، ادیت بکنی. میشه گفت مسیر ریسرچ یکی از مسیرهایی که خیلی بیشتر این ویژگی انسان‌ها رو واقعا درگیر میکنه و به چالش میکشه، چون همونجوری که گفتم مشکلات هیچ وقت قابل پیش بینی نیستن. ایراداتی که توی پروتکل به وجود بیاد توی مسیر اجرای شما هم همینطور. حالا همین قابل تعمیم به تمامی کارهای زندگی ما. توی مسیر مهاجرت به هیچ عنوان مسیرش خط صاف نیست. من الان میتونم خیلی راحت بهتون بگم آره برای مثلا USMLE دادن این کار میکنیم اون کار میکنیم، ولی اگه من همین رو بخوام یه جا بهتون توضیح بدم و شما فقط آخرش رو ببینید اوکی USMLE ثبت نام میشه، امتحان داده میشه، توی مسیر دچار مشکل میشید، چون انتظارتون اینه که خب من که اینقدر ساده توضیح دادم دیگه باید یه روز انجام بشه دیگه 2 روز فلان کارش پیش بره. نمیشه. همه چی یه ذره پیچ‌تر از این حرف هست و مثلا اینه که شما تو اون پیچ ها باید خودتون رو حفظ بکنید، تو اون پیچ ها باید روحیتون حفظ بشه. اگر خیلی ها قصد مهاجرت دارن ولی تا میخوان شروع بکنن دچار مشکل میشن. چرا؟ چون فقط آخرش رو میبینه که من از ایران خارج شده باشم، در حالی که اینطوری نیست. یکی از توصیفاتی بود که صرفا من تونستم از خودم بگم، ولی قطعا هر کدوم از ما اگه برگردیم توی تمامی کارهای زندگی که با سختی انجامش دادیم
میدونیم روزایی بوده که واقعا در حد این بوده که سرمون رو بزنیم به دیوار چون هیچ کار دیگه نمیشد انجام داد. ولی همین که تو اون روز به خصوص شما اون کار رو ول ندادید، یعنی روحیه گریت رو حفظ کردید و دقیقا تمامی کارهای ما از این و بعد این باشه که بتونیم اون رو خیلی به تفکر توی ذهنمون تبدیل کنیم. جمله که خب من تونستم ازش در بیارم اینه که مسیر ما مهمتر از هدفه و برای من که جواب داده. شما هم اگه هر جمله دیگه به نظرتون میاد که توی تمامی این راه‌ها میتونه بهتون کمک کنه رو حتما برامون بنویسید، شاید بقیه هم تونستن ازش استفاده بکنن. و به صورت کلی برای تمامی این روحیه‌ها و راه زندگی که ما در پیش داریم باید یه سری چیزای دیگه هم تمرین کنیم که بهمون کمک بکنه، یه سری عادت‌ها. اینو فکر کنم خیلی شنیده باشید چون یه ذره معروف تره، ولی حالا من خیلی بیشتر میخوام با مثالی از خودم دفعه بعدی بهتون توضیح بدم و اسم اون عادتهای اتمیه. حتما ویدیو بعدی ما رو هم ببینید و سابسکرایب بکنید. فعلا.